شب 29 دکامبر سال 2022 برابر در فرودگاه کلسوف شهر یکاترینبورگ روسیه فرود آمدن هواپیمای خوجند یکاترینبورگ یک مسافر این هواپیما را برای سگورکشی در داخل هواپیما دستگیر کردند. خدمات مطبوعات پلیس نقلیاتی حوزه فدرالی اورال روسیه روز 3 دکامبر خبر داد که طبق حسابات سرخلبان هواپیما این مسافر در جریان پرواز در داخل حاجتخانه هواپیما سگور کشیده است. این یاد مسافر دستگیر شده را تنها مرد 25 ساله زاده یکی از کشورهای خارجه نزدیک نام برده. در رابطه شخصیت او تفصیلات دیگر نداده است. بنا به اطلاع پلیس نقلیاتی اورال شب 29 دکامبر تقریبا ساعت 17 به قسم نبرداری شعبه پلیس فرودگاه کلسوف زنگ زده طلبکار ارسال کارمندان پلیس به هواپیمای شدند که تازه از شهر خوجند تاجیکستان به یکاترینبورگ رسیده بود. وقتی کارمندان پلیس به نزد هواپیما رفتند، اعضای اکیپاژ به دست آنها یک مرد 25 ساله را سپرده خبر دادند که این مسافر در جریان پرواز در داخل حاجتخانه هواپیما سیگار میکشید و به امر اعضای اکیپاژ گوش نمیداد. این مسافر قانون شکن را به شعبه پلیس نقلیات فرودگاه کلسوف آورده نسبت به او بر اساس دو بند کودکس حقوق ویرانکنی‌های مأموری روسیه ماده 6 قسم 1 کشیدن سیگار در مکان‌های ممنوع و ماده 11 قسم 6 سرکشی از اجرای طلب سرخلبان هواپیما دو پروتکل قانون شکنی مأموری ترتیب دادند. به این جوان برای سیگارکشی در داخل هواپیما همچون جزا جریمه به مبلغی از 500 تا 1500 روبل و برای اجرا نکردن طلب اعضای اکیپاژ جریمه به مبلغی از 2000 تا 5000 روبل و یا تا 15 شبانه روز حبس مأموری تعدید می‌کند.